شما وقتی که مریض هستین پیش یک دکتر میرین، دکتر برات میگه که من برات نسخه میتونم، من برات وقایه میتونم، من از این چیزا تو را پرهیز میکنم، این کارا بگو این کارا نکن. گپ دکتر قبول میکنی نمیکنی؟ حالا چرا نسخه که الله برات فرستاده و برات میگه که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، حتی از همین علمایی که در عقیده میفهمن و در قرآن تفکر میکنن میگه سعی کنید شما مسلمان ها در اینجا میگم این سوالایی که در قرآن عظیم الشان است که مربوط به عقیده نیست، برای پیغمبر میگه تو برشان بگو. و یسألونک عن المحیط، برای پیغمبر چی میگه؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. و یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. در اینجا چرا قل نگفت؟ حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش گفت که ای پیغمبر خدا، اذا سألک، وقتی که تو را سوال کرد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبادی عنی، بنده های من در مورد من، فانی قریب، نگفت که قل، تو برش بگو. الله مباشرتا بر بنده خود میگه که من به بنده خود قریب هستم. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. الله میگه فانی، یقینا که من، تو پیغمبر نه، تو ملک نه، فانی، قرآن هم میگه برای ما فانی قریب، من قریب هستم به بنده خود، اجیب و من اجابت میکنم. اجیب دعوت الله. حتی در بسیاری جایی که قرآن عظیم الشان وقتی که عظمت خدا میگه صیغه جمع را استعمال میکنن، نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا، لكن در اینجا صیغه مفرد متکلمه استعمال کرده به خاطر که در اینجا هم در نظر یک کس یک چیز نگفته که نجیبو، گفته اجیبو انا، تنها من. ملائکه یا داخل نمیشن، کس را چیز نکن. اسلوب عظمت همینجا در کار نمیاد، به خاطر اینکه مسئله عقیده است برای مردم کدام مشکل.